با سلام خدمت تمام بینندگان عزیز. امیدوارم هر جا که هستید در پناه خداوند حالتون خوب باشه. امروز اومدیم با یک آموزش دیگه، آموزش برنامه هند بریک، کم کردن حجم ویدیو با استفاده از این نرم افزار مذکور. این هست نرم افزار هند بریک. وارد هند بریک میشیم. 3 راه برای ایمپورت کردن ویدیو، وارد کردن ویدیو وجود داره. یکی اینکه اینو بزنید گزینه اول و یک پوشر انتخاب کنید و همه ویدیو که داخلشه رو ایمپورت کنید توش. یه راه دیگهش اینه که فایل رو میزنید و یک فایل مشخصی مثلا اینو وارد میکنید میندازین توش. یه راه دیگه هم درگ اند درایپه، یعنی چی؟ فیلم میکشی میندازی تو این کادر سفید. من از این راه استفاده میکنم. این فیلم هم هست میندازم توش. خب حالا با این قسمت کاری نداریم، میریم توی قسمت دیمنشنز. اینجا ابعاد فیلم همونو بهمون میده. اینجا هم بزن رو حالت کاستوم و با اینا هم کاری نداریم. این میگه چی؟ این که رو اتوماتیک باشه میگه 20 پیکسل یا هر عددی از بالا میزنه پایین میزنه، در صورتی که اینا هم عدد داده باشه به اینا هم از چپ و راست هم میزنه. خب من نمیخوام همچین اتفاقی بیفته که شما میخوان که کاری نداشته باشه. من که نمیخوام و اینا صفر میکنم عددشو. میام قسمت فیلترز، با اینا کاری نداریم. میریم قسمت ویدیو، کار اصلیمون همینجاست. اینجا میگه چی؟ فرمت ویدیو چیه؟ ویدیومون X264، یعنی با X264 خروجی گرفته شده و واردش کردیم که هم بهترینش همینه و کاریش نداشته باشید. میایم این قسمت این قسمت رو بعدا مثلا توضیح میدم. این قسمت مهمترین بخشش هست. اینا اعداد نرمالش بین 20 تا یعنی همون 22 حساب، بین 22 تا 25 نهایتا 25 است. میگه چی؟ میگه اینکه هر چقدر عدد کوچکتر باشه کیفیت کمتر میاریم پایین، حجم کمتر میاریم پایین. هر چقدر عدد بزرگتر باشه کیفیت بیشتر میاد پایین، حجم هم بیشتر میاد پایین و نرمالش اینجاست. من میذارم روی 23، شما هر عددی تا 25 نهایتا، بستگی به کیفیت ویدیوتون داره دیگه. هر چقدر با کیفیت هم توی عدد رو بزرگتر کنید. خب بینم کار نداریم. و فریم ریت اگه میدونید ویدیوتون فریم ریتش چنده که هیچی. اگه چند تا ویدیوه یعنی چیدین بغل هم و فریم ریتشون فرق میکنه، سام از اسکرو رو بزنید خودش انتخاب میکنه و اینا وایسین. الان 23 بزنم 24 که یه ذره حجم بیشتر بیاره پایین. و اینجا این کد پریست فسته، سریعه. هرچه این ور بیارین تندتر میشه فسته رو اینا، هرچه این ور بیاری میدیوم و اسلو اینا، هرچی بیاد پایین تر زودتر خروجی میگیره و با حجم بیشتری خروجی میگیره. هر چقدر کندتر باشم که حجم ویدیو کمتر میشه. ما میذاریم روی اسلو ولی همین فست هم خوبه ها، خیلی اصلا تکون نمیده. من دوستم تکون بدم. حالا میذارم روی میدیوم نه اسلو. خب با ایناش هم کاری نداریم، بعدا بهتون توضیح میدم هر چقدرشو که بلد باشم. اینجا میتونید آدرس محلی اینکه این ویدیو کجا سیو شده بزنید و همین دیگه. اگه یک ویدیو اینو بزنید، اگه چند تا ویدیو اینو بزنید، یک ویدیو اینو میزنم. برمیگرده به همون ناکن چقدر آروم خروجی میگیره. برمیگرده به همون قضیه که گفتم، اگه یه ویدیو از اینجا وارد کنی فایل، اگه یه پوش از چند تا ویدیو از این قسمت، همون صفحه اول برمیگرده به اونجا. بعد انکد کردنش تموم شد برنامه رو میبندیم. این فیلم اصلی هست. حالا من بیارمش کنار ویدیو اصلی هم بیارمش تو این پوشه. اینجا هم بزنم برم. خب میایم این فیلم اصلی هست. این اسمی که خود هند بریک گذاشته روشه. هر ویدیویی که از هند بریک میاد روش خط تیره 1 میاد روش.
این ویدیو اصلی هست. این ویدیوی اینگوت شده توسط این برنامه. عزیز همونطور که میبینی اگه تفاوت پیدا کردین شما واسه من کامنت بذارین. برای این منظور ویدیو رو هیچ تفاوتی وجود نداره و الان این فیلم اصلی هست. ممنون از اینکه ما رو تا به حال دنبال کردید، نگاه کردید و اینکه یه خواهشی ازتون دارم، لطفاً آموزشی میخواین یا اینکه سوالی دارین رو حتما مطرح کنین، چون من واقعا آموزشی به ذهنم نمیرسه که واسهتون بذارم. هر چی که میخواین بهم بگین، سوالاتون هم حتما مطرح کنید یا حق